یه ربات برات درست کردم تو تلگرام. هر زبانی دوست داری میتونی بهش ورودی بدی، هم فارسی هم انگلیسی. خروجیش هم هر زبانی که دوست داشته باشی بهت کد میده که باش بتونی اپلیکیشنتو بسازی. دیگه چی میخوای؟ این پایین تو کپشن هم اسم رباتو نوشتم، هم بالا تو پروفایلم لینکش هست. یا از توی خود تلگرام میتونی سرچ کنی، پیداش کنی، بزنیش، میاد بالا، پیغامت رو استارت رو میزنی، میگه من دستیار برنامه‌نویسی تام. خیلی راحت چیزی که میخوای رو بهش فارسی مینویسی. کد پایتون برای برنامه ثبت ورود و خروج کاربران و رجیسترمان. متنی که برات ارسال شده رو ببین، این کدته. خب کامل کد پایتونت رو، هم فایل چیز رو بهت داده، هم فایل بهت داده به صورت پی وای، و هم اینکه کد رو برات کامل نوشته. این مدل آخرین مدل و کامل ترین مدل هستش. ببین از پایتون استفاده کرده و توضیح داده به فارسی، و در اینجا یه فایل صوتی هم برات داده که با همین صدا برات پخش میکنه.